موضوعی که در این ویدیو قراره در موردش صحبت کنیم مفهوم پیپ و لات هستش. عبارت پیپ و لات در فارکس یکی از کلیدی ترین عبارتاییه که نقش اساسی در مدیریت ریسک و سرمایه یک معامله‌گر یا تریدر میتونه داشته باشه. پس انتظار میره که معامله‌گرانی که تازه وارد فارکس یا مارکت میشن در ابتدا آشنایی کامل از این دو مفهوم داشته باشن و یاد بگیرن که چه مفهومی داره و چطور میتونیم استفاده بکنیم. همونطور که میدونید هر چیزی که احتیاج به محاسبه داشته باشه نیاز به اندازه‌گیری داره. به عنوان مثال واحد اندازه‌گیری وزن کیلوگرمه، یا واحد اندازه‌گیری طول متره و در فارکس مبنای اندازه‌گیری ما پیپ هستش که از پیپ استفاده میکنیم. پیپ رو به انگلیسی مخفف Price Interest Point یا Percentage in Point میگن که اینجا رو اگه نگاه کنین جفت ارز یورو به دلار آمریکا یا همون USD ارزش هر یورو رو به دلار 1.1051 نشون میده و پیپ در این جفت ارز یا در این پرایس یا قیمتی که به ما داده شده عدد چهارم اعشاره. پس اینو میتونید یادداشت کنید یا متوجه بشید که پیپ عدد چهارم اعشار هر جفت ارزه. یه مثال اینجا بگم که ارزش یورو USD از قیمت یا پرایس 1 یا اعشار 1051 به 1.1052 میرسه، یعنی یک پیپ جابجا شده. عدد چهارم اعشار یک پیپ تغییر کرده و یک پیپ بالا رفته. پس پیپ معمولا آخرین عدد اعشار یا بهتره بگیم که عدد چهارم اعشار از نرخ هر جفت ارزه. که اینجا ما یک استثناء داریم، گفتیم پیپ عدد چهارم اعشار هر جفت ارزه ولی به غیر از جفت ارزهایی که ین ژاپن یا همون JPY داخلش باشه. یعنی در تمام جفت ارزهای فارکس یا همون جفت ارزهای ملی عدد چهارم اعشار پیپ ما هستش به غیر از جفت ارزهایی که ین ژاپن داخلش باشه. در جفت ارزهایی که ین ژاپن داخلشه عدد دوم اعشار ما پیپ حساب میشه. اینجا را اگه نگاه کنیم USD JPY از قیمت 104.20 به 104.21 رسیده که اینجا ما یک پیپ جابجایی داشتیم. و همچنین یورو USD که عدد چهارم رو در نظر داشته باشیم یک پیپ جابجا شده، پس در هر دو ما یک پیپ جابجایی داریم. این یک استثنائیه که در جفت ارزهای فارکس در جفت JPY وجود داره. یعنی هر جفت ارزی که ین ژاپن یا JPY باشه عدد دوم اعشار ما میشه پیپ ما. و یه عبارت دیگه که در بعضی از صرافی‌ها یا چارتا ما میتونیم تعداد بیشتری از اعداد اعشار بیشتر از 4 داشته باشیم که عدد بعد پیپ یا بهتر بگیم عدد پنجم اعشار ما یا عدد بعد پیپ ما رو پیپت هم بهش میگن. به عنوان مثال یورو USD رو اینجا ما در نظر داشته باشیم عدد چهارم ما اینجا یکه که پیپ ما میشه و عدد بعدش که پنجم میشه پیپت ما رو حساب میکنه که در واقع هر پیپت 1/10 پیپه. و اینجا ما اگه نگاه کنیم USD JPY عدد دوم ما بعد اعشار که پیپ هستش چون ین ژاپنه و عدد سوم یا بعد پیپ ما پیپت اینجا میاد. این هم میتونید توی پرانتز داشته باشیم ولی خب زیاد عبارت نیست که زیاد استفاده بشه پیپت. alright. بریم سراغ موضوع بعدی که لات هستش یا لات سایز که در واقع همون میزان ریسک یا اندازه‌گیری ریسک ما که ما بخوایم قبل هر معامله ازش استفاده بکنیم را لات یا لوت سایز میگیم. یعنی به جای این که ما از دلار استفاده کنیم یا یورو استفاده کنیم یا هر ارزش دیگه‌ای
که برای ریسکمون استفاده کنیم ما از لات حساب میکنیم، لات سایز. لات های مختلف داریم، استاندارد، مینی، میکرو، نانو. ولی خب قبلش ما فقط باید بدونیم که هر تعداد یا عددی که ما در لات سایز یا لات خودمون می‌نویسیم چه مقدار ریسک به حساب میشه نسبت به موضوع قبلی پیپ، چه مقدار حساب میشه. به عنوان مثال زمانی که شما هر معامله‌ای که وارد میشید، اینجا من یه عکسی از متا تریدر دارم که در ویدیوهای جلو در موردش دارید. متا تریدر زمانی که شما هر معامله یا هر تریدی رو که وارد بشید قبلش نیاز دارید اینجا عددی رو پر بکنید که اینجا میزان ریسک شما رو نشون میده یا همون لات شما یا لات سایز شما. یعنی تنها چیزی که ما باید بدونیم این اعدادی یا عددی که ما اینجا می نویسیم رو بدونیم که چه مقدار ریسکی به حساب میاد. که اگه از لات استاندارد حساب بکنیم یا لات کامل که 1 میشه، 1.0 استاندارد لات بهش میگن، یا لات کامل که هر پیپ جابجایی در مارکت برابر با $10 حساب میشه. یعنی اگه شما با این ریسک یا این عدد رو توی لاتتون بنویسید، هر پیپی که در مارکت جابجا میشه $10 حساب میشه یا محاسبه میشه. اگه لات 0.1 یا 0.1 بگیریم، اون موقع هر پیپی که در مارکت جابجا میشه $1 محاسبه میشه. و اگه ما با لات 0.01 وارد اون معامله بشیم، اون موقع هر پیپی که در مارکت جابجا میشه 10 سنت محاسبه میشه. یعنی یه جدول داریم خیلی ساده تر، لات سایز رو نشون میده که استاندارد لات همون لات سایز 1 کامل هستش، 1 به بالا، 1 میتونه باشه، 2 میتونه باشه، 3 میتونه باشه و تا بی نهایت. ولی از 1 کامل به بالا رو استاندارد لات میگن. مینی لات 0.10 یا همون 0.1 رو مینی لات میگن که ارزش هر یک پیپ ما رو $1 نشون میده. و استاندارد لات هر پیپ ما $10 بود. و همچنین میکرو لات داریم که میتونیم بگیم کوچکترین ریسک یا لاتی که ما میتونیم بگیریم در اکثر یا بیشتر صرافی‌ها یا بروکرهایی که ما میتونیم استفاده بکنیم میکرو لات هستش. حالا اینجا نانو لات هم نشون داده که 1.001 رو نشون میده که اون موقع هر پیپ ما 1 سنت محاسبه میشه. معمولا اینو بیشتر صرافی‌ها یا بروکرهایی که استفاده میکنیم نداره، ولی خب چیزی هست که ما میتونیم بدونیم در موردش. پس کلی بخوایم حساب بکنیم، لوت سایز میزان ارزش هر لوت ما رو به دلار نسبت به پیپ رو باید بدونیم چه مقدار میشه که اینجا داریم. خلاصه تر این ستا رو که باید بدونیم و بریم یه مثال بزنیم. به عنوان مثال توی جفت ارز یورو به دلار آمریکا شما میخوایم وارد یک معامله خرید بشین. شما میخواید یه بای بزنید با لوت استاندارد یا لات استاندارد که همون 1 کامل میشه، 1.00. اگه شما یورو یو اس دی رو با لوت 1 در قیمت 1.2000 وارد بشید و مارکت بیاد روی 1.2010، یعنی 10 پیپ جابجایی داشتیم. پس نتیجه این معامله شما که با یک لات کامل وارد شدید در قیمت 1.2000 و مارکت یا بازار در قیمت 1.2010 رسیده، با 10 پیپ جابجایی در این معامله شما میدونید که هر یک لات کامل یا استاندارد لات هر یک پیپ شما $10 حساب میشه و با جابجایی 10 پیپس ما 10 رو ضرب در 10 بکنیم، این معامله شما $100 توی سود هستش. یه مثال دیگه میزنم که واضح تر بشه. دوباره اگه ما همون معامله رو وارد بشیم فقط با لات کمتر، اگه با لات 0.10 یا 1 وارد شده باشیم که ما میدونستیم هر لاتی که با 0.1 یا 10 وارد بشیم هر پیپ ما $1 حساب میشه. پس اگه بریم
توی این مثال نگاه بکنیم، باز با جابجایی 10 پیپس توی این معامله با لوت سایز 1/10 ما 10 رو ضرب در 1 میکنیم، $10 این معامله ما توی سوده. امیدوارم که کاملا واضح و کامل توضیح داده باشم. اگه جایی رو متوجه نشدید پیشنهاد میکنم 100% دوباره برگردید ویدیو رو از اول ببینید. این ساده تر از اون چیزیه که آدم بار اول میشنوه. فقط تنها چیزی که پیشنهاد میکنم اینه که یادداشت بردارید و یه سری موضوعی که به عنوان مثال پیپ یا لات سایز من یادمه توی دورانی که تازه شروع کرده بودم تا یه مدت طولانی درک نمی‌کردم، ولی زمانی که تازه شروع کردم به باز کردن یه معامله و بارها تکرار کردم تازه متوجه شدم که مفهومایی که من بار اول میشنیدم رو الان با انجام دادنش راحت تر دارم متوجه میشم. بریم سراغ ویدیوی بعدی.